سلام. با نهایت مسرت و افتخار موفقیت درخشان تیم ملی فوتسال افغانستان را در رقابت‌های آسیایی برای تمام هموطنان عزیزم و خانواده‌های قهرمانان و خود قهرمانان از صمیم قلب تبریک می‌گویم. این دستاورد بزرگ نتیجه تلاش‌های بی‌وقفه و همدلی و روحیه بالای ورزشکاران و کادر فنی است. بار دیگر نام افغانستان را با غرور و سرافرازی در میدان‌های جهانی طنین انداز کرد. پیروزی ارزشمند شما نشان داد که با ایمان، کار گروهی و پشتکار هیچ مانعی در برابر خواستن و توانستن وجود ندارد. امید است این دستاورد الهام بخش نسل‌های آینده ورزشکاران کشور باشد و فصل تازه‌ای از موفقیت‌های بیشتر را رقم بزند. به آرزوی سربلندی، سلامت و افتخار روزافزون برای تمام اعضای تیم فوتسال افغانستان. امید که انشالله همیشه مثل ستاره بدرخشند. موفق و مؤید باشید جوانای عزیز.